انسان نمی بیند که ما او را از نطفه‌ای خلق کردیم و اکنون او تبدیل به یک دشمن آشکار شده است. این انسان نادان در حالی که آفرینش خود را فراموش کرده برای ما مثل میزند و میگوید این استخوان‌های پوسیده را چه کسی زنده می کند؟ بگو آن را زنده می کند همان کسی که اول بار خلقشان کرده و او بر هر خلقتی آگاه است.